دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپرکتیک، طب سوزنی و طب چینی. مطب در شهر انسینو. تلفن 818 990 5321. drneda.com. Welcome to Dr. Neda's office. عاشقانه با مژده حبیبی. به نام بینام او درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون اندیشه. امیدوارم شاد باشید و تندرست. من مجری حبیبی هستم. به برنامه عاشقانه خوش آمدید. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما کمی متفاوت هست با برنامه‌های دیگه عاشقانه. میهمان بسیار عزیزی در استودیو دارم. همونطور که شما میدونید برای پایداری و ادامه برنامه‌های تلویزیونی ما همیشه نیاز داشتیم به اسپانسرها و پشتیبان‌هایی که علاقمند هستند که برنامه رو اسپانسر بشن و پشتیبانی بکنن. خوشبختانه در طول سالها که در برنامه‌های رادیو تلویزیونی بودم، علاقمندانی بودن که پشتیبان من بودن و همینطور برنامه عاشقانه، برنامه فرهنگی ادبی عاشقانه رو پشتیبانی کردن. در این سالها همراه ما بودن. یکی از اون افرادی که همیشه شما میشناسید و از سالها پیش، شاید 10-15 سال پیش با من بودن، آقای ریاضتی و همچنین آقای مسعود ریاضتی و خانم شراره شیروانی، و چندین ماه اخیر هم هستش که خانم دکتر ندا مهربانی اسپانسر جدید برنامه عاشقانه هستند که بسیار خوشحالم که ایشون امروز در استودیو تشریف دارن. سلام. سلام. بسیار خوش آمدید خانم دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپرکتیک، طب سوزنی و طب چینی، که در واقع وقتی شما به مطب ایشون میرید دیگه باید با دردهاتون خداحافظی کنید. خیلی خوشحالم که اینجا هستم با شما خانم مژده حبیبی و واقعا برنامه‌تون خیلی دوست دارم. خیلی هم خوشحالم که میتونم پشتیبانی این برنامه رو بکنم و اینجا باشم. مرسی. چون واقعا اگر پشتیبانی شما نبود، امکان این که ما بتونیم یک برنامه خوبی به بینندگان عزیزمون ارائه بکنیم نبودش. بنابراین باید واقعا از شما ممنون باشم که برنامه فرهنگی هنری عاشقانه رو پشتیبانی کردید. برای همین من خواستم که دوستان ما بیشتر با شما آشنا بشن و دلم میخواست که تجربه هایی که خودم به دست آوردم در رابطه با کار شما با بینندگانمون قسمت بکنیم که شاید خیلیای دیگه بخوان از این برنامه، از این استفاده بکنن، از این واقعا کمکی که شما میکنید به بیمارانتون برای اینکه دردهاشون رو التیام ببخشید و خوب بشن. چیزی که میخواستم صحبت بکنم اینه که اولا من بذارید یه توضیح کوتاهی بدم برای بینندگان عزیز که من با خانم دکتر ندا مهربانی در یکی از کلاس‌های عرفان با هم آشنا شدیم و این شانس بزرگ من بودش که با شما آشنا بشم و سالها بود که خود من تجربه شخصیم این بود که دلدردهایی داشتم که شاید مثلا 15 سال پیش من این دلدردها رو داشتم و ابتدام از زمانی که چند سال گیاهخوار شده بودم و دوباره برگشتم به تغذیه طبیعی اینا شروع شد. هیچ وقت اینا رو جلوی دوربین نگفتم، ولی فقط برای اینکه بخوام تجربه شخصیمو بگم. ولی خب در طول این سالها گاهی وقتا اینا خوب میشد، 2-3 سالی میرفت و دوباره برمیگشت و خیلی من اذیت میکرد. البته با مسائل روحی هم خیلی پیوند داشت این درد و این مخصوصا تو این 2-3 سال اخیر من خیلی دردهای زیادی داشتم و خب پیش دکتر مثل هر آدم معمولی مجبور شدم پیش دکترای مختلف برم، آزمایش‌های خیلی زیاد و خب همه میگفتن چیزی نیست و خب یه داروهای خیلی ساده‌ای هم به من میدادن و خوب نمیشد و درباره طب سوزنی شنیده بودم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که واقعا بتونه به من کمک بکنه.
البته بگم که اصلا فکر سوزنم که میکردم میترسیدم، چون میگفتم حتما این سوزن‌ها چقدر درد خواهد داشت، چطوری میشه مثلا اینو تحملش بکنم. اما از اونجایی که به هر حال تحقیق کردم، پرسیدم و آشنایی که با شما پیدا کردم در کلاس‌های عرفان، شما گفتین حالا بیا امتحان کن، ضرر نمی‌کنی، از چیزی رو از دست نمیدی. و خوشبختانه میتونم بگم که اصلا کاملا بعد از مدتی دردار رفت. برای خود من عجیب بود که چه اتفاقی افتاد، من نفهمیدم چی شد، شما میدونین چی شد، ولی واقعا چطوری طب سوزنی کمک میکنه و چه بیماری‌هایی رو درمان میکنه؟ طب سوزنی برای اولا که درد، برای هر جور دردی خیلی کمک میکنه، درد همه بدن، یعنی کسایی که سردردهای شدید میگیرن، میگرن، کسایی که مفصلاشون درد میکنه، برای آرترایدس، نی پین، بک پین، نک پین، یعنی هر دردی، برای هر دردی. و چجوری کار میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی سوزن رو میزنیم میره توی بدن، همه این انرژی پاتوی ها رو باز میکنه. و طب سوزنی they believe که وقتی که یه جای بدن آدم خوب کار نمیکنه، جریان نروش خوب نیست و سرکولیشن و ایناش گرفته، استگنیشن داره، درد ایجاد میکنه. برای همینم که هر جایی که آدم درد داره وقتی طب سوزنی روش انجام میشه، اون پتوی رو باز میکنه که جریان خون میتونه اونجا قشنگ فلو کنه که کار کنه. و 6000 سال هم هستش که این کارو دارن میکنن. از چین شروع شده ولی کره، ژاپنی اونا هم برای خودشون تکنیک‌های مختلف دارن. و یه چیزی هم که میخواستم بگم اینه که من هم تو چین اینترنشیپ هم کردم، هم تو ژاپن، یعنی با هر دو کشورم. چقدر جالب، من نمیدونستم اینو. هر دو کشورم رفتم و خب چینی‌ها که اولیا بودن که اینو اختراع کردن، ولی خب ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها یه ذره بهترش کردن. برای همینم خوبه که آدم تکنیکای بیفرم و از همه جا هم مثلا سرتیفیکیشن بهم دادن که تو آفیسم هم هستش. ولی مهمش اینه که واقعا آدم نتیجه بگیره، اونش از همه چی مهمتره. چون مهم نیستش که آدم مثلا یکی بگه کار میکنه یا نه. و من به همه میگم خیلی خوبه آدم خودش سعی کنه، چون میگم فکر میکنه این کار کنه یا نکنه، میگم ضرری که نداره. شما که درد دارین اوردی، آدم سعی میکنه، ترای میکنه، اگه کار کرد خب چه بهتر. و من الان میگم همه 18 سال این کارو دارم میکنم، واقعا یعنی همه تجربه دارید تو 18 سال. مرسی. همه میبینم، من خودم هم حتی یه ذره شاک میشم که اینجوری انقدر خوب کار میکنه این مسئله. و خیلی هم دوست دارم به خاطر اینکه نتیجه که آدم میگیره اون موقع میدونه که واقعا کار میکنه. و نه فقط برای درد که 100%، یعنی هر کی برای درد میاد من میگم 100% خوب میشین. یعنی حتی سایاتیک پین، کسایی که با ویلچر میان تو آفیس من و نمیتونن اصلا، فکر نمیکنن، مایگرینای شدید که 15-20 سال آدمو دارن، خوب میشه. ولی حالا به غیر از اون دردا، چیزایی که خیلی هم براش کار میکنه که من خودم هم واقعا تعجب میکنم، برای کسایی که بیخوابی شدید دارن، برای کسایی که برای مشکلات حاملگی دارن، حامله نمیشن، برای کسایی که منوپازن، دل دردای شدید مثل خودتون، یعنی نه فقط برای درد ولی برای خیلی چیزای روحی و روانی هم خیلی کار. حتی برای لاغری هم همینطور، برای لاغری، برای کم کردن وزن، برای کسایی که اضطراب دارن. یا چطوری روی کم کردن وزن کار میکنید؟ برای کم کردن وزن اسپسیفیک پوینت های استامک رو میزنیم و مال کبد رو میزنیم و ایر سیدز داریم، چیزای کوچیکه که میذاریم توی اینو. ما تو چین خیلی تقریبا هر روز این کارو میکردیم که میذاریم تو گوشای کسایی که میان و روش تپ میکنن و همه اشتها رو از بین میبره. که کسایی که مثلا میگن من شیرینی خیلی میطلبه بدنم، یا اصلا همه روز دارم میخوام نمیدونم چیکار کنم، اصلا نمیتونم خودم استاپ کنم، وقتی که میزنن روی گوششون این چیزشون رو کم کنه. و از همون طریق هم برای کسایی که میخوان اعتیادهاشون رو از بین ببرن، مثل سیگار یا حتی ترک سیگار یا حتی الکل، اینا برای اونم کار میکنه. چون اینایی که میزنیم اسپسیفیک پوینت ها کانکت به خود مغز و اون چیزی که ترشح میشه رو از بین میبره، اون ادیکشنی که دارن، و خیلی هم خوب کار میکنه. و خب گیاهی، چیزای گیاهی هم بهشون، اربای گیاهی هم میدیم به کسایی که میخوان لاغر شن. با همه این کارایی که میکنیم خیلی کمک میکنه.
چیزی که برای من جالبه اینه که خانم دکتر نیدا مهربانی در چندین قسمت، چون بعضی فقط کاروپرکتر هستن یا فقط طب سوزنی کار میکنن، در واقع چندین کار مختلف رو شما یه حالت تحقیقی دارید به نظر من، و مدام هم دارید با علم جدید خودتون رو تطبیق میدین و من میبینم که مدام در حال این هستین که خب چه چیز جدیدی اومده و چه کار جدیدی میتونم انجام بدم و از چند نقطه مختلف میتونید کمک بکنید به بیمارها برای دردهاشون. مثلا درباره همین طب سوزنی من میدونم که شما 1-2 هفته پیش رفته بودین کلرادو برای یک سمینار خیلی مهم که میدونم دکتر سنکی واقعا نامبر 1 دنیا هستن، که گفتید هر کاری دارم باید بذارم و برم این کار رو انجام بدم، چون خیلی هستن ممکنه اصلا واقعا نخوان که این کارو بکنن چون دارن کارشون رو انجام میدن. شما هم که ماشاءالله من میدونم که انقدر مطبتون شلوغ هست که واقعا نیازی ندارید که بخواید، ولی برای اینکه میبینم که میخواید که به دردهای مردم کمک بکنید بلند میشین میرید اونجا و این تحقیق رو به من گفتین که خیلی تجربه جالبی بوده دیدار ایشون. بله، برای اینکه یکی از بهترین دکترای اکوپانکچوریست طب سوزنی دنیاست و خودش تکنیکای خودش رو یاد میده، یعنی هیچ جای دنیا نمیتونین این تکنیکا رو یاد بگیرین مگر اینکه از خود ایشون، و برای همین فکر کردم که چقدر جالب که آدم بتونه چیزای جدید یاد بگیره و برای تکمیل کردن کاراتون واقعا این خیلی مهمه که اینقدر تلاش میکنید و زحمت میکشید که واقعا برید اونجا با کارشون. میدونم ایشون فقط سالی 1 بار این سمینار رو میذارن و خیلی هم محدود هست و همه افراد نمیتونن که برن. درسته. بسیار جالب. و کارهای دیگه‌ای که در مطب شما ارائه میشه خیلی کارهای دیگه هست. من میدونم دیتاکس هستش و حتی بادکش که برای من خیلی جالب بود که اصلا بادکش چجوری مثلا از سالهای خیلی قدیم تو ایران، البته من که یادم نمیاد ولی پدر بزرگا و مادر بزرگا یادمه که میگفتن ما برای بیماری هامون بادکش میکردیم. شما چطوری اصلا اینو جزء طب چینی هست؟ بله، این جزء طب چینی هست و بادکش رو من بیشتر تو آفیس برای دردهای مختلف استفاده میکنم. میدونم که برای سرماخوردگی و اینا هم خیلی خوبه، ولی من خودم این تجربه‌ای که تو آفیس کردم، چون کسایی که با بادکش آشنایی دارن، چیزی که ازشون یادشون هست اینه که مادر بزرگ، پدر بزرگا اینا برای سرماخوردگی بیشتر پشت مینداختن، ولی من خودم این تجربه رو تو آفیسم که انجام دادم با همین قد 18 سال اکسپریانسی که دارم، تو مدرسه هم بهمون این چیزا رو یاد نمیدن. برای درد، حتی برای درد زانو، کسی که خیلی زانوش باد کرده و اینا، خودم گفتم خب چرا بادکش هم با طب سوزنی بعد بادکش بکنیم ببینیم چی میشه، و واقعا دیدم چقدر نتیجه میگیره. اف کورس نمیتونیم رو جوینتا بذاریم چون نمیمونه، ولی هر جای بدن، گردن، لو بک پین، سایرک پین، اینایی که میذارم روشون و تو آفیس ما تنها چیزی که واقعا خیلی خوبه، چون خیلی هم میرن پلی طب سوزنی میکنن یا میرن پلی کایروپرکتر ماساژ میگیرن، میگن نتیجه اینطوری نگرفتم، ولی وقتی که ما همه اینا رو با هم انجام میدیم، من واقعا فکر میکنم برای موفقیت ما یکیش برای همینه که خیلی من مثلا بادکش میکنم برای پیشنت هم، طب سوزنی میکنم، بعد که تموم میشه اجاست میکنم که استخوناشون سر جاش باشه، میان ماساژ میگیرن، اینقدر ماساژ تراپیست تو آفیس هستن. فکر میکنم وقتی که اینا همه رو با هم انجام میدیم، بدنای مریضا خیلی قشنگ ریسپاند میکنن. من فکر کنم واقعا چیزه، چون میگم تک تک که آدم اینا رو انجام میده زیاد به جایی نمیرسه، مثل کسی که بره ورزش میکنه ولی دایتش رو نگاه نمیکنه دیگه مثلا اونقدر، ولی وقتی یکی دایتش رو میکنه، ورزشش رو میکنه، استرچش رو میکنه، میگه چقدر بدنم، هیکلم خوب شد. اینم تقریبا مثل همونه. بله، در واقع اون کسی که این کارو میکنه که خود شما در واقع هستید، این که به نظر من انرژی خود اون آدم هم خیلی مؤثر هستش روی آدم. اولا که خود من شخصا که هر وقت میام آفیس شما کلی انرژی میگیرم، یعنی با روحیه خیلی بهتر و بالاتری از اونجا میام بیرون، چون شما همیشه خودتون خیلی روحیه خیلی قوی و خوبی دارید و حس خیلی خوبی به بیمار میدید و خیلی مهمه. حتی قدیمی هم که من یادم توی ایران بودیم، این دکترایی که با روحیه خوب با مریض برخورد میکردن، آدم 50% حالش بهتر میشد. بعد کل محیط آفیس شما فضای حدود 14-15 نفر با شما همکاری میکنن براتون و اینا همشون آدمای خیلی فرندلی و مهربون و سویت، یعنی وقتی وارد قدم میذاریم در واقع اونجا احساس میکنی که
هنوز هیچ کاری هم نشده دردت بهتر شده، چون فکر کنم خودتون اینطوری باشون رفتار میکنید که با بیماران خیلی احساس خوب و راحتی، کسایی که میان اونجا احساس راحتی داشته باشن. اما درباره دیتاکس هم صحبت میکردیم، اون به چه شکل هستش؟ ما فود دیتاکس داریم تو آفیس که وقتی که یه سپیشل سالت میریزیم توش و این دیتاکس میگن همه مرکوری و لد، همه این چیزایی که خب ما پولوشن داریم، تو بعضی سیگار میکشن، سکند هند اسموکینگ، خود آدم هم سیگار نمیکشن، خیلی چیزا هستش که بدن رو تاکسیفای میکنه یا حتی مثلا آلوده میکنه و حتی مثلا بعضی خب مدیکیشن میخورن یا سردرد دارن ادویل میخورن یا واقعا وایکودین میخورن، چیزای خیلی قوی تر میخورن و اینا رو از ثرو فود دیتاکس همه اینا میاد بیرون و اون رنگی که آب عوض میشه به ما میگه که اگر کبدشون پرابلم داره یا استامکشون، چون مثلا وقتی که مثلا اورنج میشه رنگ نارنجی میشه یعنی مفصلای آدمو توش پرابلم داره، وقتی که سیاه میشه بیشتر برای کسایی که سموکینگ و لانگشون پرابلم داره و اینطوری میتونیم بعد چند جلسه آب رنگش خیلی بهتر میشه وقتی پیشنت ها میان و میبینن که نه، میگن خیلی خوابم بهتر شده، انرژیم خیلی زیادتر شده، میتونم مثلا دایجستشن سیستمم بهتر شده، دیگه اونقدر ورم نمیکنه شکمم و خیلی کمک میکنه. ولی میگم همینجوری که میگم همه چیزایی که با هم دیگه میکنیم اون موقع آدما نتیجه خوب میگیرن. خود فود دیتاکس ممکنه زیاد نتیجهشون قبل، ولی وقتی که اکیپانکچر آدما میگیرن، ماساژ میگیرن، اجاستمنت میگیرن، بعد میبینن که چقدر خوب. برای همینم خوبه که آدمایی که میان پیشنتایی که تو آفیس میذاریمشون رو تریتمنت پلان، بهشون میگیم که این چه چیزایی رو مثلا این روز بیا ماساژ بگیر با اجاستمنت، این روز اکیپانکچر و کاپینگ براتون انجام میدیم و اینطوری میریم جلو و نتیجه هم خدا رو شکر خیلی، من به همه میگم اگر یه جایی رفتین 3-4 جلسه نتیجه نگرفتین، نتیجه نخواهین گرفت. چون خیلی هم میگن 2-3 ماه رفتم مثلا طب سوزنی یا کاروپرکتیک، 2-3 ماه خیلی طولانیه برای طب سوزنی برای دردایی که مثلا مزمنن و سالها بیمارا رو اذیت میکرده، معمولا بعد مثلا حدوداً بعد از چند وقت جواب بده. من فکر می‌کنم مثلا تقریبا 2 ماه یا اینکه زودتر. نه 2 ماه طول میکشه یا حتی بعضی 1 سال هم طول میکشه، ولی باید مثلا پیشنت مریض بگه که بهتر دارم میشم. چون من مثلا خود تجربه من این بود که چون که به هر حال این یه دردی بود که خیلی سالهای زیادی بودش که با من اذیتم میکرد، تقریبا 2 ماه بود که من هفته 2-3 بار میومدم پیش شما. بعد سوزناش هم درد نداشت. اول فکر می‌کردم خیلی درده، بعد دیدم من واقعا درد نداره. وقتی که اولش خود ترس داشتم، ولی بعد دیگه نه، خیلی شجاعانه میومدم اونجا میخوابیدم ولی بعد از 2 ماه واقعا من یه دفعه متوجه شدم که دیگه اصلا درده نیست. ولی این نکته خیلی خوبیه که شما دارین میگین، بستگی داره چند سال اون دردو. اگه مثلا یه کسی 2 هفته دردشو داشته باشه خب خیلی زود نتیجه میگیره. اگه مثلا 15 سال به قول شما درد داشته باشیم خب خیلی بیشتر، حداقل 2 ماه 3 ماه طول میکشه. ولی همینی که پیشنت میدونه که داره به روی بهبودی میره اونش مهمه. اگه میبینن که هیچ نتیجه‌ای نمیگیره، مثلا من یکی میاد میگه هیچی، اگه هیچ نتیجه‌ای نمیگیره بعد زود تریتمنت پلنمو عوض میکنم، چون میبینم ممکنه یه کار دیگه باید بکنم که این پیشنت نتیجه بگیره. اونش مهمه. و یه نکته خیلی خوبی هم که شما میگین که این درد سوزن، خب هیچکی سوزن دوست نداره و این سوزنام انقدر کوچیکن که واقعا درد ندارم. شما انقدر با تبحر و با سرعت همینطور که با من صحبت میکنید اینا من خیلی احساس همینجور تون کار میکنید، چون شما خیلی خوبین. ولی مثلا مریضای دیگه هستن که اصلا مثلا انقدر میترسن وقتی میان و من همینطوری باهاشون صحبت میکنم و خیلی باید آدم انقدر سریع اینو انجام بده، چون هرچی یواشتر دردش بیشتر. یعنی من تا میذارم پیشنت هایی که خیلی میترسن میگن که چی شد؟ میگم تموم شد. میگن پس چی شد؟ و خیلی هم صحبت میکنم با پیشنت ها که زیاد حواسشون به اونجا نباشه. دقیقاً دارین صحبت میکنی خیلی با سرعت، یعنی نمیفهمی چی شد ولی یهو میبینی مثلا یه 20 سوزن رو تنته. ولی شعور خوب، خیلی خوب، با احساس خیلی خوب، بعد با موزیک خیلی آروم و لطیف و خلاصه یه فضای خیلی خوب از لحاظ اسپریچوالی برای مریض ایجاد میکنین و در واقع روح مریض هست که درمان میشه. من فکر میکنم
کاری که طب سوزنی میکنه در واقع حالا شما بهتر میدونید باز شدن چاکراهای بدن اینا هست. واقعا میگن که چاکراها و انرژی پثوی ها باز میشه، به خاطر که ماها اصلا میدونیم که هر انسانی ما هممون انرژی هستیم و این انرژی ها به خاطر که حالا بدنمون سالیده doesn't mean، یعنی واقعا ما خودمون هممون moving انرژی هستیم. برای همین این انرژی ها رو با طب سوزنی وقتی که میره تو این انرژی پثوی ها و چاکراها رو باز میکنه، انرژی باز میکنه، خیلی از همه نظر لول های دیفرنت بدنو، نه فقط جسم آدم. ولی شما گفتین که حتی بیماری های روحی مثل افسردگی رو خیلی کمک میکنه. افسردگی رو خیلی کمک میکنه، اضطراب خیلی کمک میکنه، وزوز گوش، وزوز گوش، بله اینا رو همه رو از بین میبره، به خاطر اینکه میگم دیپر لول تریت میکنه، نه فقط جسم آدم، واقعا روح و روان و همه چیزا رو بهشون دست بدن. حالا ما از طریق جسم میریم تو، ولی انسان کله. شما مثلا یه جایی رو خوب میکنین، جاهای دیگه مثلا یکی میاد تو آفیس میگه من اینم بده، مثلا جسمم بده، روحم بده، همه چیم بده. میگم ببین نداره، چون وقتی یه طرف رو خوب میکنین دامینو افکته، همه چی با هم دیگه میفته سر جاش. میدونم که صحبتایی که امروز شد خیلی برای بینندگان ما جالب بوده احتمالاً و من دلم میخواد که در این مورد خیلی زیاد میشه صحبت کرد. حالا شاید در آینده هم اگر که فرصت بشه بار دیگر شما رو دعوت بکنیم که بیشتر درباره، چون میدونم اینقدر این مسئله گسترده هستش و همه ما هم هر کدوم یه دردایی داریم که واقعاً دردایی که با چیزای معمولی خوب نمیشه و درمان نمیشه و آدم نمیدونه چیکار بکنه، توش گیر میکنه و خوشحال میشم اگر که در آینده هم دعوت رو قبول بکنید و بیشتر با هم دیگه صحبت بکنید. یه نکته‌ای که دربارش می‌خواستم حتما در صحبت بکنیم مسئله قبول بیمه ها هستش، چون طب سوزنی رو خیلی‌ها فکر میکنن که چیزی هستش که مثلا بیمه ها اینو نمیپذیرن، ولی شما میگید که این امکانش هست و بیمه. من تو آفیس من به خاطر که میگم 18 سال سابقه دارم، این اینشورنس کمپانی، این کمپانی‌های بیمه خودشون اسم منو اد کردن به همه بیمه ها و وقتی میگم همه، تقریبا همه بیمه ها، از بلو کراس، بلو شیلد، اوباما کیر، مدیکر، کایزر، همشون. یعنی وقتی که بیننده‌ها برن نگاه کنن تو وبسایت میبینن اسم من اونجا هست و به خاطر سابقه کارمه که هست، برای اینکه خیلی جاها خیلی از دکترها بیمه رو قبول نمیکنن، ولی خب این امکانش خیلی برای آدما خیلی میتونه راحت‌تر باشه که زنگ بزنن به آفیس و چک کنن و من تقریبا میتونم بگم 99.9% بیمه‌ام قبوله و میتونن بیان استفاده کنن، یه بار ترای کنن ببینن چه جوریه. چون واقعا من فکر می‌کنم آدما وقتی بدونن که یه چیزی هست که واقعا نه درد باید بکشین، نه خیلی مشکلات هست میتونین حل کنین، چقدر آسون، چرا که نه. بله واقعا خیلی‌ها نمیدونن، چون من خودم تجربه شخصی بود که اصلا فقط شنیده بودم یه چیزی طب سوزنی، هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بخواد کمکی بکنه. بعدش هم از سوزنم که آدم احساس ترس میکنه، ولی شاید به هر حال یه مراحلی پیش اومد یا وقتش زمانی شد که من تونستم، خوشحال شدم که با شما آشنا شدم و یکم کمک کردین که من نترسم و بیام تجربه بکنم و نتیجه خیلی خوبی بگیرم. امیدوارم که تمام کسانی که به مطب شما مراجعه میکنن واقعا دردهاشون درمان بشه. مطب خانم دکتر ندا مهربانی در شهر انسینو هستش و اینکه میتونید به وبسایت خانم دکتر ندا مهربانی مراجعه بکنید drneda.com که در طول برنامه‌های عاشقانه هم چندین بار معمولاً تکرار میشه drneda.com که اونجا هم کلیه فعالیت‌هایی که ایشون در مطبشون دارند میتونید در این وبسایت ببینید و بیشتر آشنا بشین. شماره تلفن مطب خانم دکتر ندا مهربانی 818 990 53 21. وقت ما رو به پایان هست. بسیار بسیار ممنونم از اینکه این دعوت رو پذیرفتید. مرسی از شما، واقعا منم خیلی خوشحالم که پشتیبانی این برنامه به این خوبی هستم. خیلی تشکر، واقعا بازم ممنون از اینکه پشتیبان برنامه فرهنگی هنری عاشقانه هستید و بدون وجود شما و دیگر دوستان واقعا امکان این که ما ادامه بدیم نیست، بنابراین باید از شما خیلی ممنون باشیم. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود کلامی. تا برنامه دیگر، روزگار به همه شما خوش. دوستتون دارم.
دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپرکتیک، طب سوزنی و طب چینی. مطب در شهر انسینو. تلفن 818 990 5321. drneda.com. Welcome to Dr. Neda's office. عاشقانه